شرط اول اینه وقتی که میخواستی گناه کنی برو در جای گناه کن که خدا تو را نبیند، به جای گناه و معصیت کن که خدا تو را نبیند. ای گفت سبحان الله، آیا این امکان دارد که به جای گناه کنم که خدا نبیند؟ گفت وقتی که امکان ندارد از پدر خود میشرمی، از برادر بزرگ خود میشرمی، او خدایی که با همه عظمت و بزرگی تو را میبیند، آیا نمیشرمی؟ آیا شرم نمی کنی؟ شرط دوم را بشنو. زمانی که گناه و معصیت برای تو آماده شد در جای گناه کن، در جای گناه کن که ملک خدا و زمین خدا نباشد. گفت سبحان الله، هر جا برم مال خداست. شرط سوم وقتی که میخواستی گناه کنی از روزی پروردگار نخور. گفت سبحان الله، هرچی من میخورم و مینوشم همه از خداست. شرط چهارم گفت زمانی که میخواستی گناه بکنی با این شرط گناه بکنی، یادتو بیایه که به صحرای محشر فرشتگان عذاب تو را گرفتن و به طرف جهنم میکشانن، خود را از چنگال او فرشتگان نجات بده. گفت سبحان الله، من طاقت و قوت و قدرت فرشتگان را دارم. گفت پس وقتی که قوت و قدرت فرشتگان را نداری چرا گناه میکنی؟ شرط پنجم اگر گناه میکنی این است وقتی که نامه اعمال تو را به صحرای محشر به دست تو دادن و برای تو گفتن که تو این گناه و معصیت را کردی، آنجا انکار بکن و بگو من نکردم. آنجا انکار بکن. به صحرای محشر زبان میگوید که من گناه نکردم. این زبان آماده میشه، میگه من گناه نکردم. الیوم نختم علی افواههم، در روز قیامت روزیه که بر این دهن مهر نهاده میشه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. این دست شهادت میدهد که چنین گناهی نکردی. و تشهد ارجلهم، پا شهادت میدهد که آیا چنین گناهی نکردی. الیوم نختم، امروز دهن حرف نمیزند. اگر میتوانی در صحرای محشر انکار کنی، بگی خدایا من گناه نکردم، امروز گناه کن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. همه ما گناهکاریم، نگم که من خطیبم. گناه و معصیت امروز جامعه ما